در استانه تجلیل از عید وحدت ملی و عید سعید فطر مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش هم در خطر دیگر نهادهای دولتی از حال و احوال باشندگان خانه‌های پیرانسالان و معیوبان و یتیمان دیدن کرده کمک‌های خیریوی نیز ارائه نمود. در پیروی به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نهادهای مختلف در آستانه عید وحدت ملی و عید فطر به خانه‌های پیرانسالان، معیوبان و یتیمان کمک‌های خیریوی ارائه می‌کنند. از جمله تلویزیون ورزش نیز به این عمل خیر همراه شده به مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان کمک‌های خیریوی ارائه نمودند. به این مؤسسه که 83 پیرانسالان و 49 کودکان دارای امکاناتشان محدود مسکن شدند، محصولات خوراکی و کشاورزی و پالیزی ها ارائه گردید. راهبیت تلویزیونی ورزش با مسئولان این خانه اینترنت و ساکنان آن نیز گفتگو کرده در خصوص وضعیت و مشکلات مبادله افکار نموده همه آنها را با عیدهای در پیش بوده تبریک نمودند و پیرانسالان این خانه اینترنت نیز عقیده خود را چنین ابراز داشتند. Я очень благодарна нашему имаму Али Рахмонову, что он создал такой дом. Я еще хочу поблагодарить то, что вот приезжают к нам. Из телевидения Барзиш вот приехали сегодня. Очень много нам привезли продуктов. Очень приятно. Мы не голодуем, но это внимание очень и очень даже приятно. همچنین نورسی از این خانه اینترنت میخواست به عنوان عضو کامل حقوق جامعه مردم کشور را به عید تبریک گوید که این امکان را تلویزیون ورزش به او داد. من از نام خودم از نام اهل شورای کودکان همه شما را به روز رسی عید بزرگ یعنی عید وحدت ملی که در سراسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود تبریک تهنیت گفته برایتان خوشی زندگی را تمنا دارم. حریف زندگی از زور وحدت شد حبیب ما. هزاران شکر وقت و تخت وحدت شد نصیبی ما. هزاران تیر غم خوردن از ما خوب دادانند بها و قدر وحدت را عزیزان غریبی ما. سپس هیئت تلویزیونی ورزش به مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه یاوان آمدند. با حضور مسئولان مکتب اینترنت در اینجا نیز کمک‌های خیریه‌ای تهیه گردیده ارائه شدند. این کمک‌ها نیز شامل محصولات خوراکی، کشاورزی و پالیزی‌ها می‌باشند. در ادامه هیئت تلویزیونی ورزش با فعالیت مکتب اینترنت آشنا شده با مسئولین و طلبگان آن صحبت‌های صمیمانه نمودند. طلبگان مهارت‌های خود را در قرائت شعر، خواندن کتاب و نمادهای ورزشی پیشکشی مهمانان نمودند. شبکه ورزش به مؤسسه ما تشریف آورد و با تعلیم گیرندگان ما یک صحبت آراستند و کمک های خود را برای تعلیم گیرندگان ما آوردن. ما به نهایت خرسند هستیم و مینداری خود را به راهبریت این شبکه تلویزیونی ورزش میرسانیم. چقدر که شما با آنها صحبت کردین همه آنها ورزش را دوست می‌دارند و ناگفتن نماند که ماه مارت سال روان با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بین خانه‌های اینترنت ها و تعلیم گیرندگان مکتب اینترنت های جمهوری مسابقه فوتبال تحت عنوان آینده است و وابسته است برگزار گردیده بود و تعلیم گیرندگان ما نیز در آن مسابقه اشتراک نمودند و باعث خرسندی است که در بین تمام مکتب اینترنت های جمهوریوی مناطق ولایت ختلان سزاوار جای سیوم گردیده. پیشوای ملت قبلا گفته بود که هرگز یتیمان و بی‌پرستاران را خارزار شدن نمیمانم و هیچگاه در تنهایی و بی صاحبی نمیگذارم و هیئت تلویزیونی ورزش پس از گفتگوها با مسئولان و باشندگان این دو مؤسسه خود شاهد همین موضوع گردید.